آماده نمودن انتخابات وحدت ساز است. انتخاباتی که ما وکیلان خود را انتخاب میکنیم برای خدمت مردم. از همین لحاظ این هم یک حکمت الهی است که اگر امروز در تالارها بند باشند در فضای کشاده که خدا برای ما مهیا کرده است. با مسلمان گفت آن سلطان دین مسجدی او شد همه روی زمین. سخت کوشد بنده پاکیزه کش تا بگیرد مسجدی مولای خیش. از همین لحاظ ما امروز با دعوت این مردمی سربلند و با عزت ناحیه اشت آمدیم. امروز علاکه دومین روزی است که با این مردم ملاقات داریم و امروز رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آمدن با شما صحبت دایر کنند. صحبتی که پیرامون بعضی آمادگی ها و انتخابات و همچنین تبلیغ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اینجا مهمان عالی قدر ما رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وکیل مردمی در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان استاد محی‌الدین کبیری حضور دارند. و همچنین رئیس شعبه ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت دامولا نعیم جان سمیزاد نیز شرکت دارد. به خاطر که امروز یک روزی زمستان است و سرد است وقت زیادی شما را نمیگیریم و از استاد گرامی خواهش میکنیم که خب پیرامون برنامه حزب و رفع آمادگی ها به انتخابات به شما صحبتی داشته باشم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، پدران عزیز، برادران گرامی، هموطنان محترم، من پیش از همه با یکایک شما میnnتداری خود را بیان میکنم که در بالای این برف نمی آماده هستید که چند دقیقه با ما صحبت داشته باشید و من از برادران خواهش میکنم بخصوص از برادر رستم جان که به خاطر احترام همه آرامی و سکونت رو حفظ کنند و یگان مشکلی نیست برای چی ما ناراحت شویم از آن که یک صحبت رو در هوای گشاد انجام میدیم. تالار و کرسی در همه جا هست ولی صحبت در هوای باز در همه جا نیست. این گاه می شود که به طور طبیعی به طور خدادادی ما همین یک صحبت آزاد شفاف در زیر باران برف با هم انجام دهیم. باور کنید مزه، لذت و خاطرات این صحبت هیچگاه از یاد ما و شما پراکنده نخواهد شد. ما در تالارها زیاد صحبت کردیم، هم در تالارهای خرد و صغیر، در تالارهای بزرگ، در کرسی‌های ملایم، در کرسی‌های سخت، ولی کم حالت می شود که ما با مردم در هوای گشاد به این شکل صحبت کرده باشیم. شما فراموش نکنید که دعوت به سوی حقیقت، به سوی خودآگاهی، خودشناسی و خداشناسی در همه جا باید صورت بگیرد. در تالار، در منزل، در کوچه، در بازار، در همه جا. خدا را شکر میگیم که قانون به همه اجازه داده است، از آن جمله به ما که در وقت تبلیغات انتخاباتی در همه جا تبلیغات کنیم. اگر در تالار باشد خوب، اگر نباشد در هوای گشاد هم ما حق تبلیغات و واخوری را داریم. یک نکته رو میخواستم تاکید کنم که واقعا از مقامات حاکمیت دولتی در ناحیه اشت خیلی و خیلی میnnتدارم. مبادا در ذهن کسی بخصوص از برادران حزبی این نکته، این حرف پیدا نشود که اگر ما حالا این صحبت را در اینجا انجام داده ایستادیم یگان به احترامی نسبت رهبریت حزب شده است، نسبت وکیل یا نامزد شده است. به هیچ وجه این طور نیست. من خواهش میکنم از مسئولین حزبی که این مسئله رو این خیل برداشت نکنند، این خیل مسئله گذاری نکنند. تالارها بند است، ناحیه اشت ناحیه خرد است، بزرگ نیست، همگی 2 یا 3 تالار دارد. خب یگان چاره‌بینی است، یگان مشغولیت است و نه همه وقت آنها
میتوانند که به ما این فرصت رو دهند. ما دیشب در دهه سرا واخوری بسیار خوب داشتیم. این صبح در دهه پانغاز. خب اگر تالار می بود هیچ گپ نه، چند دقیقه صحبت میکردیم. اگر تالارها بند است چرا ما عصبانی شویم؟ اینجا از تالار چی فرق دارد؟ چی مشکلی دارد؟ فقط یک کمبودیش همین است که در بالای برف میسته و شاید که پای افزالها نمی میکشد کمتر. ولی انشاءالله که قلب‌های گرم، عصب‌های آرام ما این همه را جبران خواهد کرد. مبارزه همین است، رقابت همین است، سیاست همین است، پستی و بلندی ها دارد. من پیشتر در دهه پانغاز گفتم که شما این سردی ها را بچشید، این عذاب ها را بکشید، فردا روز اگر که وکالت مردم در دست شما شد، دیگران را بهتر احترام کنید، نشان دهید که شما این طور رفتار نمیکنید. این یگانه راه و بهترین راهی اثبات کردن آن است که شما بهتر هستید. شما اگر وکالت به دستتان افتاد، همه رو احترام خواهید کرد. من شخصا یگان به احترامی را از طرف مقامات ناحیه اشت احساس نکردم، ندیدم. من خواهش میکنم که عصبانیت رو کنار بگذارید، به احساسات داده نشوید. مسلمان نباید احساساتی باشد، نباید عصبانی شود. ما باید همیشه آرامی را حس کنیم. من واقعا از این حادثه که شد برعکس خرسند هستم. خب دیشب ما مثلا نیت داشتیم که شبانه حرکت کنیم به اسفره. این صبح در شهر اسفره واخوری رئیسان حزب، همه حزب‌ها با مردم است. خیلی افسوس میخورم که نتوانستن. شروع الکی رفته ایستاده است. ما شب که برف بارید در ناحیه اشت ماندیم. ولی هیچ کار به حکمت نیست. حکمت خداوندی در همین بود است که ما همین شب نتوانیم رفته با مردم دهه پانغاز صحبت کردیم. امروز با برادران و خواهران در شهیدان صحبت داریم. میرویم مسجد و فردا با اون کاروان با هیئت رئیسان حزب در ناحیه باباجان غفور انشاءالله که پیوست خواهیم شد. خب چی بدی دارد که این صحبت ها در اینجا انجام شود؟ برای من خواهش میکنم برادر رستم جان، برادر ثابتعلی، همه برادران به این مسئله ها با نگاهی وسیع از بلندی نگاه کنید. یک کمی همت بلندتر، یک کمی دید نظر وسیعتر باشد. انشاءالله که آهسته آهسته ما با اون حالت ایدئالی که میخواهیم، حالتی که دیگر یکدیگر رو احترام کرده باشیم، با اون سالهای آینده خواهیم رسید. من از کسانی که اعضا و جانبدار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستند خواهش میکنم بار دیگر قانونیت را همیشه حفظ کنیم. این واقعیه که ما و شما انجام داده ایستاده 100% در چارچوبه قانون است. تالار هم باشد قانون است، کوچه هم باشد قانون است، در بازار هم باشد قانون است. همگی چند روز دیگر مونده است، یک هفته وقت دارید. خواهش میکردم همین یک هفته را ثمرانک استفاده برید. تبلیغ را در بین مردم آرامانه ولی خیلی قوی باید به راه ماند. من مشاهده کرده ایستادم که تبلیغات چندان از وسیله های پیشرفته مثل تبلیغات بوکلت و بروشور و رسم در ناحیه اشت کمتر است. من این ملاحظه خودم را به مسئولین حزبی هم گفتم. حزب خلق دموکراسی تاجیکستان بسیار خوب کار کرده است. حلالشان باد. بسیار امکانیت دارند. چرا ما این امکانیت قانونی را استفاده نبریم؟ در بین مردم تبلیغات نبریم. شما در اینجا ایستادگان تقریبا 50% اعضا و طرفداران حزب هستید. در بین مردم خیلی زیاد هستند. من خواهش میکنم که مثل برادران و خواهران ما در دیگر گوشه و کنار تاجیکستان خانه به خانه مردم بگردید. یک هفته دیگر وقت دارید. هر دری که هست در رو بکوبید، با لحن خوش، با آدابانه، با فرهنگ مقصد و پیام خود را با آنها برسانید. انشاءالله که اگر 50% آن شما را قبول نکرد، 50% دیگر حتما شما را با رفتار خوب گسیل خواهد کرد. شاید در بین آنها کسانی پیدا شوند که شما را دغلانه رد کنند، ولی شما آرام باشید، شما به احساسات داده نشوید. راه همین است، مبارزه همین است. حتما 5 سال بعد این رفتار نیک و با اخلاق شما نتیجه خوب خواهد داد و ما قدم به قدم انشاءالله راه را برای رسیدن به حقیقت و عدالت باز خواهیم کرد.
10 سال پیش کی تصور میکرد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میتواند در تالارها با مردم صحبت کند؟ کی تصور میکرد که در بین مردم در دهه شهیدان در جماعت شهیدان ما این طور آزادانه در اساس قانون با مردم صحبت کنیم؟ همه چیز یک باره به دست نمیآید. آهسته آهسته آرام ما انشاءالله به آن هدف خود که سربلندی ملت است، آبادی کشور است، با آن خواهیم رسید. و من بار دیگر از یکایک شما میnnتداری خود را بیان میکنم که در این هوای سرد در بالای برف چند دقیقه وقت خود را صرف آن کرده که حرفهای ما را گوش کنید. من یکایک شما را به خداوند متعال میسپارم. حالا به طرف مسجد حرکت کرده استادیم و بار دیگر میnnتداری خود را به مقامات ناحیه اشت میرسانم برای آن همه همکاری که تا امروز با ما چی رهبریت حزب و چی نمایندگان حزب در محل انجام دادند. برای این همکاری ها میnnتدار هستیم. انشاءالله که بعد از انتخابات باز سفر خواهیم کرد، دیدار میبینیم و این حساسیت های روز انتخابات یک هفته بعد انشاءالله میگذرند. ما باز با هم دوست و برادر و خویش و تبار و هموطن باقی خواهیم ماند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، امروز در این وقوع ما یکی از فرزندان با آبروی این دیار که برای خدمت به مردم کمر همت بستند از حوزه ولایتی رقم 42 عبدالمنان شیرعلی حضور دارند. حالا میخوان چند نقطه نظری خود را برای شما تقدیم سازند. بسم الله الرحمن الرحیم. و خاطر آنکه در این خنوکی وقت شما را نگیریم و سببی بیمار شدن یک یا چند نفر نشویم، از ارائه برنامه خودداری میکنم و تنها همین را گفتنی هستم که انتخابات امساله فرق کننده از انتخابات پیشین خواهد بود و حتما هستم. و آن خاطر که اول رئیس جمهور نه یک بار وعده کردند که کفالت شفافیت انتخابات را به دوش میگیرند و انتخابات حتما شفاف خواهد گذشت. لیکن ببینید نه همه طرفدار شفافیت انتخابات هستند. این جمعشوی ما بالای برف ایستادن شما هم از همین درک میده. ما رئیس خواهش کردن، فرمان دادن که ما با احساسات دادن نشویم، لیکن برای در همین حال به احساسات دادن نشدن هم اقلا باید مانند رئیس حزب نهضت اسلام بزرگ بود. ما هم بزرگی را نداریم و به احساسات داده شدیم و این احساسات ما هم انشاءالله که به خاطر خدا هست و ما انشاءالله به این احساسات از روی این احساسات عشق خواهیم گرفت. لیکن نگاه کنید، رئیس جمهور وعده کرد که انتخابات شفاف خواهد گذشت، لیکن شفاف نگذشتن انتخابات این ضربه شدید به ایمیج پرزیدنت تاجیکستان، به ایمیج کشور در مقیاس بین الخلقی در تمام جهان خواهد زد. آبروی پرزیدنت در صورت شفاف نگذشتن انتخابات پایمال خواهد شد. ببینید یک چند نفر به خاطر یک چیز من دقتی هم درباره اون که یک چند نفر به خاطر شاید کرسی های مجلس ها باشد، شاید به خاطر منصب هایشون باشد، شاید به خاطر بد دیدن، نفرت داشتن به حزب خدا باشد، امروز ما رو به این حال آوردن. امروز شما رو بالای برف مجبور میکنن که بالای برف راست ایستید. یگان نفر اعضای حزب نهضت اسلام، حالا که قانون معین کرده است که باید در تمام حوزه ها اعضاهای حزب داخل باشند، در یگان غیر حوزه یگانه دیگر در یگان حوزه شامل نشدند. یگان نفر اعضای حزب نهضت اسلام در اچسکای انتخاباتی شامل نشد. این از چی درک میده؟ اگر این نفران واقعا خواهشی بلند برداشتن، خواهی اقلا در جایش نگاه داشتن آبروی پرزیدنت، آبروی کشور میبودن، به این قانونشکنی دست نمیدادن. اینها به خاطر نفسهایشون قانون شکستن. از این خاطر ما از امروز اعلان باز یک حرکت مردمی دیگر میکنیم که هر نفر میخواد از آبروی پرزیدنت تاجیکستان دفاع کند، هر نفر میخواد از آبروی مردم دفاع کند، بیاد به این حرکت همراه شود. شرط نیست که شما اعضای حزب نهضت اسلام تاجیکستان باشید، هر حزبی هستید، خو حزب کمونیست،
حزب خلق دموکراتی خب به حزبی ما خواهش میکنیم حتی برنامه همین حرکت رو هم با شما ترتیب خواهیم داد و ما باید حتما از آبروی پرزیدنت کشور از آبروی کشور در عرصه بین الخلقی و از آوازهای مردم دفاع کنیم. اگر ما نکردیم اینها اون نفرانی که خواستار تقلب در انتخابات هستند آبروی پرزیدنت کشور و آبروی تاجیکستان رو به زمین خواهند زد. برای هر نفری که آبروی پرزیدنت و آبروی کشور عزیز است ما خواهش میکنیم به این حرکت همراه شوند به ما کمک کنند تا در انتخابات ها و شفاف گذشتن انتخابات مساعدت نماییم و از آوازهای مردم دفاع کنیم. هر نفری که غرور ملی دارد هر نفری که این مردم رو دوست می‌دارد بیاد به ما همراه شوید. السلام علیکم و رحمت الله. درباره اون که از گفتم نسبت اون که در این بالای بار گذشتیم ما درباره اون مکتوبی نو به حوزه شدگی بود این چیزا ما نسخه‌اش به حکومت روی شده بود ما قبول کردیم لیکن ما مساعدت می‌کردیم لیکن دینا ما خبر اومد من ما کلبی مدنیت تعارف کردیم دینا وا کردیم ما دینا بگوی خبر اومد که ما منا سفری استفاده می‌دارید لیکن درباره اون که امروز شما با واخری در شهیدان برگزاری می‌کنید ما از طرف روبرتیز من مدلی حضور دارم من اشمات حضور دارم یگان تاشون اومدن اگر گفته که باشم من با خودشون در حضوری شما قبضم با من نه شب نه سحری من لیکن تلفنی من رقم تلفنی من میدونم یگان تاشون آگاه نکردم این باونوا کی جوب نمیره من خواهش میکنم از همه گناهگاری یگان خیلی برادران عزیز همجوران عزیز من یک خواهش دارم اگر احترام یکدیگر را به جا بیاریم من همین دلیل‌هایی که برادر آوردن شخصا قبول دارم بیاید همین یگان چیز فاجعه نشده است من برادر عبدالمنان خوب درک میکنم راست گپ اگر منم به جای اون کس میشدم شاید که همین گونه احساسات داده میشدم ولی هر چقدر که مسئولیت بالاتر شد همون قدر انسان باید با صبر باشد یگان فاجعه نشده است این دیار خودمون است همین هم زمین خودمون تالار هم تالار خودمون همش از خلق است اگر اشتباهی شده است یگان کمبودی از کدام طرف شده باشد من معاون رئیس ناحیه شب همراه بود سحر در پانغاز همراه هم بود من با اون کس گفتم که شهیدان یک واخوری دارم اونجا همراه مردم راستی فکر داشتیم که تالار اومده میشد اگر خبر دیر رسیده باشد این یک سوء تفاهمی در بین انجام شده است من بسیار خواهش میکنم بخصوص از برادران حزبی با وجود آنکه شما رو درک میکنم میفهمم درد شما رو من درد خودم میدونم ولی بازم خواهش میکنم که این رو همچون یک سوء تفاهم یک حالت بسیار خورده قلمداد کنید که خب همین طور شد دیگر از این یک فاجعه نتراشیم ان که آینده ها در پیش هست منم خواهش میکنم از برادرانی که برای دفاع از آبروی پرزیدنت از وعده پرزیدنت تلاش میکنم بخصوص برادر عبدالمنان اینجا گفتن که یک حرکت مردمی برای دفاع از آبروی پرزیدنت یعنی حرکت مردم به معنی که همه ملت باید که این وعده پرزیدنت به زمین نزنه منم در یک صحبت دیگرم در دوشنبه گفتم که از همه پیشتر باید که ما نهضتی ها این وعده پرزیدنت رو احترام کنیم چون که این وعده رو نه همچون رئیس حزب خلق دموکراتی بلکه همچون پرزیدنت دادن اگر که دیگر حزب‌ها چندان به آن توجه نمیکنن ما باید که توجه بیشتر داشته باشیم حالا که همه مردم همه در فکر آن هستند که این دفعه باید که انتخابات آشکار شفاف بگذرد همون طوری که پرزیدنت من خواهش میکنم که با همین واخوری ما رو به انجام برسونیم شما را هم در پناه خداوند میسپارم و از مسئولین حکومت هم تشکر زیاد برای همکاری و برای مثال مساعدتی که به ما کردن حالا من خواهش میکنم بعد از آن که معاون رئیس حکومت ناحیه صحبتشون رو کردن دیگر با همین ما واخوری رو انجام دهیم و پی کار خود سلامت ما میخواستیم که از صحبت شما شهروندان نوریه دخالت کنم این جماعت یکی اصلا بگیم شهروندان برخوردار نگشتن و من خواهش میکردم که امروز اصلا حکومت هر یک به خودش وابسته است که بچه آواز میکرد
بطی و اخلاق فکر نکنند لیکن اینجا در مبارزه جنگجویانه دستور نیستند ما باید برای آزادی برای آینده خاک وطن خدمت میکنیم و میگویم که البته محیدین کبیری هم نامزد ارزنده هستند امروز در فرایض شما رو ما در پارلمان سالگیتون خیلی دیدیم میشناسیم و امروز باوری داریم که با عقل ذکاوت شما هر یک شهروند تاجیکستان از جمله ناحیه اش آزادانه فکر میکند و نامزدهای ارزنده که خلق خودش پیشنهاد کرده است آواز میدهد و کل شما رو ما خوش آمدید میگیم و میگیم که این نظرهای بد از این براره ما خواستیم که شهروندان جماعت شهری که شهیدان از صحبت بسیار خوبی محیدین کبیری برخوردار شوند لیکن شما همه اعضایان حزب نموندیتون که همون شهروندای عادی هم یک نظر بینن انا اینجا اومدیم خیلی انا این طبیعت ما برای شهروندان تشکیل کردیم لیکن شما خود شهروندای حرمت نکردید همونجا 130 نفر آدمای شهروندای شما حرمت نکردید شما اینجا گفت اومدید برای ما از شما خدمت تشکر برادر tavsiye kardeşim. Rozgi dolan eşmat rozgi dolan. Ben o